مخوری بنده غم هرگز که غمخوارت خدا باشد. چو یوسف کنج زندان مددگارت خدا باشد. در این دنیای پردیدند بسا طوفان آب گردش، به مثل نوح که حیران نگهدارت خدا باشد. ندارد عهد زنیست دنیا که با عشوه کند فندت، تو پیمان خدا مشکن وفادارت خدا باشد. توانی گر بکن کاری که آغازش زی بسم الله است، که آغاز و هم انجامی همه کارت خدا باشد. جهان پیر و سال خورده ندید است چون خدا یاری، در این دنیا و آن دنیا فقط یارت خدا باشد. چراغ خانه دل را اگر نور از ایمان داری، به محشر روز بازارت خریدارت خدا باشد. دلت گر چون دلی آینه سفید است و سیاهی نیست، مکن پروای این دل را که دل دارد خدا باشد. همان روزی که بردندت انیس از خاک در خاکت، خورند رحمی تو را آنجا که رحم خورد خدا باشد. مخوری بنده غم هرگز که غم خورد خدا باشد. چو یوسف کنج زندان مددگارت خدا باشد. الله تبارک و تعالی همه ما و شما را از رحمت و کرم خود بی نصیب مگردانه و ایمان ما را مستحکم، اراده ما را قوی گرداند. و شعر مذکور یک برادر طریق سامانه واتساپ به ما دسترس کردن و بنده فقط یک خواننده این شعر هستم و خلاص، و نویسنده این شعر چون که در این پایان شعر خواندیم یک برادر با نامی که با تخلص انیس این شعر را ایجاد کرده است. خداوند مهربان قلم این برادر را بر راه و در حیاتش فیض و برکات را نصیب روزه گرداند. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و صلی الله تعالی خیر خلق محمد و علی آله و صحبه اجمعین و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام دوست برادر شما امید رحمت.